هیچ وقت جمله من اگر جاش بودم فلان کارو میکردم رو به لب نیارید، بیان نکنید. یادتون نره اگر کسی رو قضاوت کردید، کائنات، سرنوشت اونقدر دنبالت میکنه که بالاخره یه جایی تو رو با همون شرایط گیر بندازه، حتما نوچتو میگیره. اگر آمدی و کسی رو قضاوت کردی، به قول مرحوم اخوان ثالث، هر کسی خودش داند و خدای خودش که چه دردیست در کجای دلش. هیچ وقت جمله من اگر جاش بودم فلان کارو میکردم رو به لب نیارید، بیان نکنید. یادتون نره اگر کسی رو قضاوت کردید، کائنات، سرنوشت اونقدر دنبالت میکنه که بالاخره یه جایی تو رو با همون شرایط گیر بندازه، حتما نوچتو میگیره. اگر آمدی و کسی رو قضاوت کردی، به قول مرحوم اخوان ثالث، هر کسی خودش داند و خدای خودش که چه دردیست در کجای دلش.